آخ چقدر نمیده. آخ سلام آقا. سلام آقا. اول شما. خوش آمد. دوستانی خدا بد نده. چی شده؟ حاج آقا خدا بد نده. خودم یه مقدار ناخوشم. چی شده؟ چیزی نیست. صبح که خواب بلند میشم سرپیچه دارم. ببخشید سرگیجه دارم. هم سرم گیج میره هم چشام گزگز. این از زیادی خونه. خون کثیف تو بدنت بره بیرون. البته فقط این گزگز و سرگیجه و اینا نیستا. بعد از اورا گلاب برو تو من یه دلدرد و یه دلپیچه‌ای دارم که اصلا نگو و نپرس. انان کار کلا دستم در میره. گفتم بیام یه سرم چیزی. اونم مال زیادی خونه. تا حالا شما حجامت کردی؟ حجامت من نه، منتها یک رفیقام هست اونم نه. حالا شما که غریبه نیستی حاج آقا. ببینید واقعیتش من صبح که خواب بلند میشم کلا بیحالم. نه که تنبل باشم و صبح زود بلند میشم، ولی صبح زود بلند میشم استراحت میکنم. همش خوابم میاد. همش فکر کنم اینم واسه همون زیادی خون باشه. نه این مال گشادی خونه.